کسی که ما را به دنیا آورده است و فداکاری ها و مهربانی هایش به حدود است هیچ قدر نمی کنیم، حالان که یک عمر مهنتمان را با یک شب زحمتش نمی توانیم برابر سازیم. لیکن همان وقتی که از ما می رود دنیای ما خالی می گردد و از همان دم سر کرده خود را تنها و ناچار حس می کنیم. پس دوستان باید به قدر هر یک لحظه زندگی برسید و عزیزان را باید غنیمت دانست و مادران را باید تاج سر کرد. و شایدم استاد لایق شیرعلی برای همین هم گفتند مادرم با تشنه جانی یاد می آرم تو را، مادرم با دل ستانی یاد می آرم تو را. در محیط هم زبانانی زبان گم کرده ام، چون نیابم هم زبانی یاد می آرم تو را. چون تو هم بگذشتی و عمر جوانی هم گذشت، همچو دوران جوانی یاد می آرم تو را. در جهان تنگ کوهستان گذشتی از جهان، در سفرهای جهانی یاد می آرم تو را. هرگاه در خود فرو مانم و یا خود لحظه سخت گیرد زندگانی یاد می آرم تو را. یاد می آرم تو را چون یادی تو یادی من است، چون تو اصلی جانی یاد می آرم تو را، یاد می